طوری که اگر کسی اون رو نداشت نقصانی در ایمان او و در اسلامیت او پیدا بشه. اگر کسی به این نتیجه رسید که چنین چیزی واقعیت داره، ایمان می‌یابد. اگر به نتیجه نرسید که سکوت میکنه، اظهار نظر نمیکنه و اون هم مقبول خداوند است. قصه امام زمانی قصه اعتقادی است. وقتی میگم اعتقادی یعنی ما به لحاظ تاریخی قدرت اثباتش رو نداریم. اونطوری که موجودیت یک کسی مثل پیامبر اسلام به لحاظ تاریخی محرز است، یعنی مسلمان و نامسلمان وقتی که به شواهد تاریخی مراجعه میکنن در میابند که چنین کسی آمده و چنان آثاری از خودش به جا گذاشته و از دنیا رفته، هیچ کسی شکی نداره به لحاظ تاریخی ها مسلمان باشه یا نباشه، شیعه باشه یا نباشه. در مورد امام اول هم همینطور است، در امام ششم شیعیان امام جعفر صادق هم همینطوره. اما به امام 12 که شما میرسید تاریخ بسیار تاریک است. یعنی جز این که شما از پیش اعتقاد داشته باشید به چنین چیزی، نمیتونید با شواهد تاریخی اثبات کنید که چنین کسی به دنیا آمده، چنین کسی چند سال زیسته، چنین کسی غائب شده. ما چنین شواهد تاریخی نداریم. برای اینکه خود شیعیان معتقدن که اولا حاملگی او در خفا بوده، یعنی مادرش که حامله بوده هیچ شکمش نشان نمیداده که حامل از خداوند میخواسته که او رو مخفی نگه دارد. وقتی هم که به دنیا آمده 5 سال از دیده مردم مخفی بوده، بعدم برای همیشه غائب شد. خب چنین کسی رو شما نمیتونید به لحاظ تاریخی شواهدی نشان بدهید که به شما بگوید که این اصلا تو این دنیا بوده یا نبوده. اما روایات شیعه الا ماشاءالله میگوید که بله چنین کسی آمده، به دنیا آمده، برث او، تولد او مخفیانه صورت گرفته، حضور او مخفیانه بوده، بعدم که غیبت کرده الان برای بیش از 1200 سال. اگر کسی به اون روایات شیعه اعتقادی داره، اونها رو راست میپنداره، میتواند قبول کند و اعتقاد کند. اگر که نمیتواند قانع بشود به صدق اونها، به وثاقت اونها، بازم خداوند گریبان او را نخواهد گرفت، برای اینکه خداوند آدمیان رو به میزان عقلی که به آنها داده مورد محاکمه و مؤاخذه قرار خواهد. اگر که آدمی نتوانست چیزی رو با شواهد کافی باور کند، آنگاه در مورد او سکوت خواهد کرد و چنان که گفتم این سکوت و این ناباوری ذره‌ای به مسلمانی، به اسلامیت و به ایمان آدمی لطمه‌ای وارد نخواهد کرد. این نکته اول. اما نکته دومی که در این باب باید من عرض بکنم خدمت شما، حقیقت این است که امام زمان و مسئله او و ظهور بعدی او هرچه میخواهد باشد و هر کس هر اعتقادی در مورد اونها می‌ورزد، متاسفانه در میان شیعیان با حواشی بسیار مخربی همراه شده است. دست کم از اینها باید پرهیز کرد. دست کم اگر هم بناس اعتقادی به امام زمان ورزیده شود، باید بسیار پیراسته و پالوده بشه. از همان وقتی که این فکر قبل از اینکه اصلا امام زمان بیاد، قبل از اینکه نوبت امام 12 برسه، از قرن اول، از وقتی که مختار ظهور کرد و بعد در دوران ائمه دیگه، از وقتی که این فکر ظاهر شد، همیشه یک فکر لوکال بود، یک فکر محلی، یک فکر فرقه‌ای. متاسفانه در میان شیعیان هیچ وقت امام زمان یک شخصیت جهانی تلقی نشد. مال شیعیان، برای شیعیان، نجات دهنده شیعیان، حل کننده مسائل داخلی شیعیان و برآورنده حسرت‌های شیعیان. یک اقلیتی در عالم اسلام وجود داشت و دارد به نام اقلیت شیعه که ما ایرانیان هم نوعاً جزو هستیم. از اول هم یک اقلیت بوده، همچنان هم یک اقلیت بودن سایکولوژی و سوسیولوژی خودش بود. یعنی یک خصوصیاتی در اقلیت ها پیدا میشه که در اکثریت ها پیدا نمیشه. شیعیان این خصوصیات رو به تمامه با خودشون حمل میکنن. حتی همین امروز هم که این شیعه به قدرت رسیده، در ایران حکومت رسمی شیعی برپا کرده، وقتی که در دوران صفویه، ولی این اقلیت بودن
همیشه باهاشون بود برای اینکه سود داره، برای اینکه فوایدی داره. یکی از خصوصیات اقلیت‌ها که در شیعه هم خیلی بروز کرد همین مظلومیت است و مظلوم نمایی، که ما مظلوم بودیم، حق ما رو خوردن، نذاشتن که ما ابراز وجود بکنیم، نذاشتن ما حرفمون رو بزنیم، ما رو خفه کردن، دهانمون رو بستن، راه ها رو بر ما بستن. خب در تشیع این قصه خب در بارزترین تجلیش در قصه امام حسینه که به هر حال شیعیان از اون واقعه که واقعه تراژیک و یک فاجعه هولناکی بود بهترین استفاده رو کردن برای اینکه بگن طرف مقابل چه جوری به ما، چه ظلمی به ما کرد و ما چگونه مظلوم واقع شدیم. داستانی رو سرودن که این داستان تا امروز ادامه دارد که بازگو کننده مظلومیت یک قوم اقلیتی است که در چنگال یک اکثریتی گرفتار آمده، برای اینکه از انحلال این هویت در هویت بزرگتر پیشگیری بکنن دائما به خود می‌قبولوندن که ما غیر اونها، ما متفاوتیم، ما توسط اونها مظلوم واقع شده ایم، ما تاریخ جداگانه‌ای داریم، ما به فکر خودمون باید باشیم. این مظلومیت یک اندیشه دیگری رو هم که متناسب با او بود پدید آورد، اندیشه یک منجی. ما که مظلوم بودیم، ما که نتونستیم داد خودمون رو بستانیم و حق خودمون رو بگیریم، کسی میاد، کسی خواهد آمد، کسی باید بیاد که داد ما رو بستانه. مفهوم امام زمان حتی قبل از قصه امام 12، یک قرن قبل از او، شما اگر ببینید تو زیارت‌هایی که شیعه درست کرد و بر سر قبر امامان و امام حسین می‌خوانده، همه جا این مفهوم تکرار می‌شود که منتظر یک امامی هستیم که در رکاب او بجنگیم و حقمون رو از ظالمان بگیریم. منتظر امامی هستیم که در رکاب او بجنگیم و حقمون رو از ظالمان بگیریم. تو زیارت عاشورا، تو زیارت وارث، من بحثی که در باب عاشورا میکردم این رو مفصلا گفتم، این مفاهیم هست و این ادامه پیدا کرد. شما ببینید مفهوم امام زمان که قاعدتاً وقتی که از او سخن گفته می شود برای بسط عدالت در جهان است، اگر چنین چیزی باشه، به دست تعدادی از شیعیان که افتاده به قدری فرقه‌ای شده که اصلا ملال‌آور است و رنج‌آور است. گفته می شود که امام زمان میاد اولین کاری که میکنه که به حساب سنی‌ها برسه. خب آخه یک کسی که رسالت جهانی داره، کسی که میاد برای بسط عدالت در کل عالم، این اونم به حساب سنی‌ها میره. ببخشید ولی اینا چون توی روایت شیعه نقل کردن، من خودم مکه بودم، برای مردم روزه میخوندم، حرفا رو میگفتن. اولین کاری که میکنه میره عمر و ابوبکر رو از قبر بیرون میاره، جنازه ها اینا رو به دار میزنه. شما نگاه بکنید این حرف از کجا در آمده؟ این مسئله امام زمان چرا به این چیزا آمیخته شده است؟ همین الان هم که توی ایران گاهی تو بعضی از مجالس میخونن، علاوه بر خرافات دیگری که میگن، همین اخیراً گوش میکردم یک کسی منبری رفته بود میگفت امام زمان که ظهور میکنه به عدد دوران اختفاء اصحاب کهف در غار، یعنی 309 سال خودش حکومت میکنه. بعد از ایشون امام علی میاد که 44,000 سال اون حکومت میکنه. و بعد ملاحظه بکنید حرفایی که نه عقل اونها رو میپسنده نه نقل میپسنده و از اینها فراوان هست، فراوان، که در واقع امام زمان رو و رسالت جهانی او رو که بسط عدالت باشه محدود کرده، تقلیل داده به اینکه چند تا شیعه که در وقتی 1200 سال پیش از دست کسانی رنجی بردن، اختلاف عقیدتی با اونها داشتن، همه این بار رو به دوش اون نهادن که بیاد و داد اونها رو بستاند، عقده اونها رو بگشاید و اونها رو نجات بدهد، از اقلیت بیرون بیاورد، تبدیل به اکثریت بکند. من هیچ وقت فراموش نمی کنم مرحوم مطهری رو در که از سخنرانی‌هاش خیلی حرف خوبی می‌زد، عیناً همین سخن رو میگفت آقا اگر امام زمانی هست برای همه جهانه، و بعد این جمله، نه برای 4 تا شیعه آلتاق، این عین تعبیر ایشون،
4 شیعه قالتاق امام زمان رو کردن مستخدم خودشون با اون اندیشه های باطل خرافی که دارن، انتقامی که میخوان از خلفایی که 1400 سال پیش مردن بگیرن، ایشون باید بیاد اون کارا رو بکنه. ببینید چقدر این اندیشه زبون شده، حقیر شده، غیر قابل دفاع شده، بی‌معنی شده. اون وقت امروز هم همچنان بر این نفت، بر این هیزم نفت میریزن و این آتش رو فروزانتر میکنن و این اندیشه رو بی‌معنی تر میکنن از اون چه که قبلا بود است. اگر امام زمانی هست و یا خواهد بود، تجلی یک ایده و یک آرمان شریفی است که عبارت است از عدالت. باز اون عدالت جهانی رو هم با پایان تاریخ یکی گرفتن، واقعش حرفی است که باید دربارش خیلی فکر، به این راحتی ها نمیشه.